به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردیش زمین آرام از او یافت. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. سپاس و حمد بی پایان خدا را، که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، برادر عزیز بسیار خواهش و التماس کرده است از ما که یک چیزی درباره دروغ گفتن صحبت داشته باشیم، چون که امروز اکثر مردم در این شبکه‌های اجتماعی وقتی سخن میگویند، برآمد میکنند از آیات‌های قرآن، از حدیث‌های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم، از پیش خودشون تفسیر کرده و معنا میکنند و اکثرا گفتارهای دروغ دارند، یا اینکه اون نوارهایی که در این شبکه‌های اجتماعی میگذارند در بالای او یک مباهات، یک وایمه، یک گفتار دروغ ثبت میکنن، نوشته میکنن تا اینکه مردم نوار اونها را تماشا کنه، یا اینکه به اون سخنهای اونها مردم اهمیت ده. البته در شریعت اسلام گفتار دروغ حکمش حرام است. انسان حق ندارد که از کلمه های دروغ در سخنهاش گفتار داشته باشه. این در شریعت معنی حرام است. اکنون برادرهایی که این کارها را انجام میده، شخصیت هایی که در بالاهای نوارها و چیزهای دروغ میگذاره، دهشت گفته، یک کار وهمناک، خیفناک، یا اینکه جمله های دروغ نوشته میکنه تا اینکه نظر مردم به سوی خود جلب گردانی و نوارهای شما را مردم تماشا کنند و مقصد شما از اون نوار پول کار کردن باشه. وقتی در هر عملی که دروغ و فریب قوش شد، اون عمل حرام می شود. درآمد اون نوار شما، درآمد اون پول شما از اون نوار براتون برادر عزیز بزرگوار نادرست و حرام است. متاسفانه امروز یک زمانه شده است که اکثر مردم، اکثر مسلمان و مسلمانزاده، برای اونها دیگر فرق نداره که مال اونها از کدام راه می آید، از راه حلال می آید یا اینکه از راه حرام. البته این جمله را جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایتی گفتن که این حدیث امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. می فرمایند که جناب پیغمبر فرمودند که لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن الحلال امن الحرام. تن یک زمان به بالای مردم می آید که دیگر شخصیت انسان برای او فرق نداره که مال او از کجا می آید، مالش از راه حلال می آید یا اینکه از راه حرام. و بعضی گفتار مقاله هایی که بعضی انسان ها دارن میگویند دیگ جوشد و گور سوزد، چنین شده از این زمانه که پول حلال است و حرام است، دیگه برای شخصیت فرق نداره. و این خاطر بسیار التماس خواهش میکنم که سخنهای دروغ، سخنهای فریب در بالای نوارها نگذاره و در دوام سخنهاتون هم نگوید، چون که این حرام است، در شریعت معنا نادرست است. اکنون شخصیت هایی که از شریعت خبردار نیسته، علم دینی نداره و آیت های قرآن از پیش خود تفسیر میکنه، حدیث های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم را از پیش خود معنا میکنه، میخواهم یک چند حدیث برای شما در این باره که بخوانم. در امام ترمذی حدیث را روایت میکند از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. تن هر شخصیت چیزی بگوید در حق قرآن از پیش خودش، شخصیت میگوید که خداوند در قرآن چنین گفته است یا در فلان سوره خداوند این چنین گفته است، حالا آنکه اون سخن در قرآن نیست، حالا آنکه اون آیت دیگر معنا داره، اما انسان میگوید در فلان آیت قرآن خداوند چنین گفته است، مثلا ترجمه تحت لفظی او را خوانده است و از پیش خودش تفسیر میکنه. جناب پیغمبر گفتن که این جمله مردم، این گروه مردمی که از پیش خودشون آیت های قرآن تفسیر میکنن یا اینکه چیزی درباره قرآن میگوین که اون در قرآن نیست، این گروه مردم
در دوزخ برای خودشون یک جای انتخاب کنن، یک جای قبول داشته باشن. یعنی این جمله مردم دوزخی میگردن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن. و انسان هایی که میگویند که جناب پیغمبر چنین گفته است از پیش خودشون، حالا که در یگان حدیث گفتار اونها نآمده است، شخصیتی که در حق جناب پیغمبر دروغ میگوید، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. این حدیث ترمذی روایت کرده است از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه. جناب پیغمبر فرمودند هر انسانی که در حق من دروغ گوید، یعنی هر انسانی بگوید که پیغمبر چنین گفته است، یعنی از پیش خودش یک حدیث ببافه و حدیث درست کنه، چیزی دروغ گویا و دروغش نسبت به جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت ده، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه این انسان برای خودش در دوزخ یک جای انتخاب داشته باشه، یعنی یک جای برای خودش در دوزخ قبول کنه. گفتن جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اکنون برادرای عزیز، آیا گفتارهای دروغ چی ضررها دارن؟ ان شاء الله که من میخواهم که یک چیز درباره ضررهای دروغ گفتن برای شما صحبت داشته باشم. یکمین ضرر دروغ این است که این گناه کبیره است، گناه کلان است. ما دو نوع گناه داریم، گناه صغیره داریم، گناه کبیره، گناه میده داریم و گناه کلان. در روایتی که این حدیث بخاری روایت کرده است، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الا انبئکم باکبر الکبائر. روز به سوی اهل اصحاب گفتند آیا من شما را خبردار نکنم با گناهی بزرگتر از همه بزرگترین گناه ها، یا اینکه با کلانترین گناه ها؟ آیا من شما را خبردار نکنم؟ اهل اصحاب گفتند قلنا بلا یا رسول الله. گفتند ما گفتیم که بله یا رسول الله، ما را خبردار کن. آیا از همه گناهی بزرگ، از همه گناهی کلان چی گناه است و کدام گناه است؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الاشراک بالله. گفتن یکم از همه گناه بزرگتر و گناه کلانتر این به خدا شریک آوردن است، یعنی در برابر الله چیزی را همچون معبود و خدا قرار دادن و پرستش کردن. این گناه نابخشیدنی است. و دیگرش والعقوق لوالدین. گفتن دیگر گناه نابخشیدنی و گناه بزرگ این عاق پدر و مادر است. شخصیتی که پدر و مادرش از وی خفه می شوند، آزرده می شوند، شخصیتی که پدر و مادرش به احترامی میکنه، آزار میدهه، و سوی اونها سخن قبیح و بد میگوید که اون پدر و مادر از این فرزند خفه میشوند، اینم گناهی خیلی بزرگ از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن. راوی حدیث میفرماید که وکان متکئا فجلس. میگه جناب پیغمبر این سخنها را گفت تکیه زده بود، یعنی به یک جانب غیلیده بود، تکیه زده بود. بعد از اون حضرت میگه از جاش خیست و نشست، از جاش خیست و نشست. میگه خب الا و قول الزور و شهادت الزور، الا و قول الزور و شهادت الزور فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی در جاش نشست گفت با از همه گناهی بزرگتر، از همه گناهی نابخشیدنی تر این گفتار دروغ و گواهی و شاهدی دروغ دادن است. این جمله ها را تکرار میکرد که از همه گفتار، یعنی گناهی با بزرگتر دروغ گفتن و شاهدی دروغ دادن است. جناب پیغمبر اینا تکرار میکردن. میگه من فکر میکردم که دیگه جناب پیغمبر خاموش نمیشود، یعنی همیشه این سخنها را تکرار کردن میگیرد. یعنی این گناه خیلی گناه بزرگ است که شرکی به خدا و عاق پدر و مادر. جناب پیغمبر میگه در یک جانب بدو، یعنی گفت، اما وقتی این دروغ و شهادت دروغ آمد از جاش خیست و نشست، این جمله ها را تکرار کرد که از همه گناهی بزرگ و گناهی نابخشیدنی این چی است؟ گفتار دروغ و شهادت دروغ دادن است که متاسفانه امروز مردم ما یعنی بسیار از سخنهای دروغ یعنی استفاده میبرند، در گفتار دارند. برادران عزیز بزرگوار، ببینید که دروغ گفتن این گناه کبیره بوده است، خیلی گناه بزرگ بوده است. به همین خاطر انسانیت باید خیلی خودداری کنه، حذر کنه از گفتار دروغ. در روایت دیگر که این حدیث حضرت عبدالله بن مسعود روایت کرده است، حدیث بخاری و مسلم است، متفق علیه حدیث است. حضرت میفرمایند که اکنون حدیث خیلی طولانی است، آخرش من میخونم. جناب پیامبر گفتند که و ایاکم والکذیب
فان الکذیب یهدی الی الفجور. گفتن از گفتار دروغ خودداری کنه، خود را نگه داره، خیلی برحذر باشه. گفتن زیرا اینکه گفتار دروغ انسان به سوی بدی ها میبره، به سوی بدبختی، به سوی خاری، انسان از باوری مردم بیرون میکنه، چهره انسان به نور میگردانه، عزت و حرمت انسان از جامعه دور میکنه. گفتار دروغ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن و ان الفجور یهدی الی النار. اما گفتن گفتار دروغ انسان به سوی بدی میبره و بدی انسان به سوی دوزخ میکشونه. گفتن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم انسانی که یعنی در نظر مردم به احترام شد، بد رفتار شد، بد شد، ناباور شد، همیشه کارش گفتاری دروغ شد، این فعل گفتاری بدش او را به سوی دوزخ میبرن. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن و ما یزال الرجل یکذب و یتحرى الکذب حتی یکتب عند الله کذابا. ببینه جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که بعضی از انسانها به چنان دروغگویی میشوند و حرکت فریبکاری و بدکاری و دروغگویی را انجام میدهند که حتی در نزد الله رب العالمین نام اینها به دروغگو نوشته میشود. ببینی خیلی این یعنی ضرر کلان است برای انسان که الله رب العالمین نام میتره مقصد کذاب یعنی دروغگو نوشته کنه در نزد خودش. دیگر ضرری که دروغگویی برای انسان داره برادران بزرگوار من، این ضرری هست که در نزد الله رب العالمین نام شخصیت با دروغگو نوشته میشده است. خیلی گناهی بزرگ است. یکمش که به سوی بدی انسان میکشانده است، دویمش که انسان به سوی دوزخ میبرده است، سومش که نام ای در روز قیامت در نزد خداوند نامش به دروغگو نوشته میشده است. حتی در روز قیامت این شخصیت دیگه به شخصیتی دروغگو گفته رب العالمین فریاد میکرده است، خطاب میکرده است. به این خاطر از گفتار دروغ برادران عزیز و بزرگوار خودداری کنید که دروغگویی مقاله تاجیکی هم داریم، دروغگویی تاریک ایمان است میگویند. ایمان انسان کمرنگ میکنه، ایمان انسان ضعیف میکنه، باوری انسان، حرمت انسان از جامعه دور میکنه گفتار دروغ. به همین خاطر برادرای عزیز بزرگوار ما هر چیزی که میگویم در قیامت از اینها خداوند ما را میپرسه. حتی در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که هر انسانی که دو چیز یعنی نگه داره برای او خداوند جنت نصیب میگردانه. من حافظ ما بین لحیه و ما بین رجلیه دخل الجنه. تن هر انسانی که دهانش و شرمگاهش از بدی ها و ضررها نگه داره او انسان داخل جنت میشود. حتی جناب پیغمبر را گفتن کدام مسلمان بهترین مسلمانه؟ گفتن من سلم المسلمون من لسانه و یده. گفتن مسلمان حقیقی شخصیتی است که مردم از زبان از دستش سلامت بمانند. یعنی انسان گفتار دروغ نداشته باشه، گفتار یعنی دشنام و غیبت و منت و طعنه و دیگر بدی ها نداشته باشه. به این خاطر گفتار دروغ خیلی گناه بزرگ است برادر عزیز بزرگوار. در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردن از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، تن دروغگویی این علامت و نشانه منافقی است. جناب پیغمبر گفتن آیت المنافق ثلاث. گفتن منافق سه نشانه داره، سه علامت داره. اذا حدث کذب. گفتن وقتی منافق سخن گفت دروغ میگوید. پناه به خدا نعوذ بالله. ببینید که این امروز چقدر دروغگویی در اوج است در جامعه ما. این خودش یعنی علامت و نشانه منافقی بوده است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم منافق وقتی که سخن گفت دروغ میگوید و اذا وعد اخلف. گفتن وقتی وعده کرد وعده را خلاف میکنه. و اذا اؤتمن خان. وقتی امانت گرفت امانت خیانت میکنه. یعنی امانت به خوبی نگاه نمیکنه. ببینید که دروغ گفتن دیگر ضررش این بوده است برادر عزیز بزرگوار که انسان یعنی فعل خصلت منافقی در او پیدا میشده است. متاسفانه امروز اکثر مردمی هستند در جامعه ما که دیگه یعنی شرم نداشته، یگان ذره یعنی از جامعه و از خدا و از خلق خدا شرم نداشته آشکار در جامعه دروغ میگویند. حتی در بین مردم هم به دروغگو مشهور هستند، معروف هستند. مردم اونها را به دروغگو میشناسند. انیق است که این جمله مردم در نزد خداوند هم یعنی دروغگو نوشته شده‌اند. به این خاطر برادرای عزیز بزرگوار خیلی حدیث ها و روایت ها
زیاد هستند. حتی در روایت جناب پیامبر ویل له ویل له گفتن، یعنی ویل دوزخ است برای دروغگوها و دوزخ است برای دروغگوهایی که دروغ میگویند تا اینکه مردم خندانند، دروغ میگویند تا اینکه مردم نظری مردم، یعنی نگاه و فکری مردم بخشون جلب گردانند. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که ویل است برای اونها، ویل است برای اونها. ویل یعنی یک وادی پست در جهنم. در روایت جناب پیامبر گفتن الویل وادی فی جهنم، تن ویل یک پستی هست در جهنم که چرک و زرداب دوزختی ها در اونجا میچکه. تز ویل است برای انسان های دروغ گوینده. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار، شخصیت هایی که امروز یعنی از این گفتارهای دروغ و گفتارهای بد یعنی استفاده میبره، خودداری کنه که خیلی گناهی بزرگ است، گناهی نابخشیدنی است. امروز مردم ما متاسفانه در نظر نمیگیرند، اون قدر گناهی بزرگ نمیدانند، اما خیلی گناهی بزرگ است گفتار دروغ. و شخصیت هایی که یعنی از این شبکه های اجتماعی استفاده میبره، حرکت اگر منظور و مقصد شما در خلق خدا خدمت کردن باشه و منظور و مقصد شما یعنی برای اصلاح جامعه باشه و برای منفعت دادن و فایده بخشیدن در خلق خدا باشه، انشاءالله برای شما بهتر میشه که شما سخنهای راست استفاده بری، گفتارهای راست استفاده ببری. میخواهی یک آیت قرآن تفسیر کنی، یک حدیثی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم معنا کنی، ابتدا از یک اهل علم بپرس اون آیت یعنی ابتدا پیدا کن از کدام سوره هست، یعنی اون جمله های اون یعنی آیت های اون چی معنا دارن، از یک اهل علم بپرس، بعد از اون تفسیر کن. یا این چنین حدیث های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تا اینکه بجای ثواب گناه نگیری. برادر عزیز بزرگوار، حرکت کنیم. من بسیار خواهش دارم برادر عزیز که حرکت کنه که سخنهای یعنی دروغ در زبان نیاره، چون که شما را به حرمت میکنه، به عزت میکنه، یعنی آبروی شما را از جامعه دور میکنه، ایمان شما را کم رنگ میکنه و حتی در نزد خداوند نام شما به دروغ نوشته میشده است. به این خاطر بسیار التماس خواهش میکنم برادران عزیز بزرگوار، از گفتار دروغ خودداری داشته باشید. پروردگار بزرگوار تمام برادرای عزیز ما را در روی عالم زبانهای اونها را اصلاح بگردان، زبانهای راستگویی را براشون نصیب بفرما. پروردگار بخت سعادت دنیا و آخرت برای تمام برادرها و خواهرهای مؤمن و مسلمان هم در روی عالم نصیب بفرما. پروردگار مشکلی های تمام برادرها را آسان بگردان. پروردگار از این بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها تمام برادرها و خواهرها و مادرها و پدرهای بزرگوار را در حفظ امان نگه دار. پروردگار وطن عزیز ما را و تمام مملکت‌های اسلامی پروردگار از این وبا و دردی تباوت نشونده پروردگار نجات بده. زودتر این بلا و این وبا را از جامعه دور بگردان. پروردگار تمام برادرهای مهاجر و مسافر که بارها از ما دعا می‌پرسند، اونها را در حفظ امانت نگه بدار، در کسب و کارش برکت‌ها عطا بفرما، مشکلی هاشون آسان بگردان. پروردگار برای تمام پدرها و مادرها، برادرها و خواهرهای مؤمن و مسلمان هم در روی دنیا، پروردگار بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان. پروردگار از بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها جملگی اونها را در حفظ امان نگه بدار. پروردگار هر چه رضای خود دست برای ما نصیب بگردان، از قهر غضب ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگار خاتمه ما را به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین و آخر دعوانا الحمد برحمتک یا ارحم الراحمین.